سلام و عرض ادب. اینجا پادکست آینه است، جایی که ما سعی میکنیم واسه بچه ها داستانهایی رو آماده کنیم که متناسب با شرایط سنیشون هستش. این داستانها سوژهشون از اسطوره‌های ایرانی در واقع برداشته میشه و بازنویسی میشه. حالا نکته طنزآمیزش هم اینه که این پادکست مناسب این ویدیوکست، چیزی که داریم میبینیم، مناسب در واقع خود بچه ها نیست. برای بچه ها توی دیسکریپشن این داستان ها به صورت ادیت شده توی یه کانالی گذاشته شدن. اون میتونه خیلی براشون در واقع مفید و جذاب باشه، ولی خب احتمالاً بحثایی که در مورد اسطوره ها میشه در آخر ویدیو و اینکه امکان داره بعضی جاها داستان اشتباه خونده بشه و این نسخه ادیت شده نباشه، سوای ارزشی که از نظر تجربی داره هم برای من هم برای کسایی که تو این حوزه در واقع علاقه‌مندن کار کنن، واسه بچه ها یه مقداری حوصله سربر میشه و واقعا چه چیزی مهمتر از حوصله بچه ها و دنیای زیباشون که بخوایم حالا در واقع این خدشه های فنی رو واردش کنیم. ولی خب مطمئنم اونا هم در واقع حقیقت رو دوست دارن و ازشون جذاب، ولی از این نوعش احتمالاً توی سنین بالاتری. حالا در واقع میریم سراغ ضبط اولین در واقع این داستان، اولین ریکوردش و شروع ضبط داستان مرغ طوفان. یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد نیلگون بین صخره‌های نقره‌ای که باهاشون تو آبهای خروشان دریا بود، پرنده‌ای زندگی می‌کرد که با همه پرنده‌های دنیا فرق داشت. اسم اون مرغ طوفان بود. اون پرنده‌ای بود خیلی خیلی بزرگ، با بالهایی پهن و نیرومند که وقتی اونا رو جمع می‌کرد شبیه یه صخره سنگی استوار به نظر می‌رسید. مرغ طوفان پرهای قشنگی داشت که به رنگ آسمون قبل از بارون بودن و چشمایی پرنفوذ که میتونست لرزش دورترین موجها رو هم ببینه. اما مرغ طوفان یه ویژگی عجیب داشت. اون برعکس گنجشک‌های بازیگوش یا کبوترهای نامه‌بر نمیتونست تو هوای صاف و آفتابی به راحتی پرواز کنه. بدن اون اینقدر سنگین و بزرگ بود که بال زدنش تو هوای آرام دشوار بود. اون روزها و هفته ها روی صخره بلند منتظر می نشست به تماشای ماهی ها و با صبوری به افق خیره می شد و با صبوری به افق خیره می شد و با صبوری به افق خیره می شد. پرنده های دیگه بعضی وقتا از کنارش رد می شدن و با تعجب می گفتن ای مرغ بزرگ، چرا تو این هوای آفتابی و قشنگ پر نمی کشی؟ اما مرغ طوفان فقط با لبخندی مهربون سکوت می کرد. اون می دونست که زمان درخشش اون هنوز نرسیده. یه شب آسمون همه چیش عوض شد. ابرهای سیاه و سنگین مثل لشکری از غول‌های آسمون مثل لشکری از غول‌ها رو بذاریم نگیم. ابرهای سیاه به آسمون هجوم آوردن و صدای غرش رعد و برق تو همه آسمون و دریا پیچید. بادهای تند شروع کردن به وزیدن. درختهای ساحلی تکون میخوردن و موجهای بزرگی به راه میافتاد. همه پرنده ها از ترس به لونه هاشون پناه بردن و بالهاشون رو که از وحشت میترسیدن صدمه ببینه جمع کردن. اما تو همین لحظه مرغ طوفان از جاش بلند شد. اون نه تنها نترسید،
بلکه با چشمای قشنگ و درخشانش به استقبال باد رفت. اون میدونست این همون لحظه ایه که همه قدرت پنهانش بیدار میشه. مرغ طوفان لبه صخره ایستاد، سینه‌ش رو جلوی باد سپر کرد و ناگهان بالهای عظیمش رو باز کرد. اون برخلاف بقیه که از طوفان فرار میکردن از انرژی بیپایان باد کمک گرفت. اون بال نزد، بلکه اجازه داد قدرت طوفان زیر بالهاش جریان پیدا کنه و اونو مثل یه تیر تیز به آسمون بفرسته. در حالی که زمین زیر پای طوفان میلرزید، مرغ طوفان تو اوج آسمون جایی بالاتر از ابرها با آرامشی عجیب به پرواز در اومد. اون به یه موج بلند و بیباک تبدیل شد که از هیچ دریایی نمیترسید. اون ثابت کرد که سختی‌ها و طوفان‌ها برای کسی که راه استفاده از اونا رو بلد باشه بالی واسه پروازه. تو قصه های قدیمی ما مرغ طوفان نماد ایستادگی و شجاعته. اون به شما بچه های قشنگ که بعضی وقتا تو زندگی ممکنه روزای سختی مثل طوفان داشته باشین یاد میده که بتونید چجوری جلوی طوفان بایستید با قلبی قوی و صبور. شما میتونید از همه مشکلات رد بشید و مثل مرغ طوفان اون مشکلات رو تبدیل به موفقیت‌های بزرگ کنید. امیدوارم داستان مرغ طوفان رو دوست داشته باشین و اگه دوست داشتید به دوستای قشنگ و مهربونتونم این داستان رو بگید تا از مشکلات نترسن و بتونن ازشون موفقیت‌های بزرگ به وجود بیارن. حالا آروم چشماتون رو ببندید و بخوابید بچه های قشنگ. خب در واقع ریکورد به پایان رسید و حالا میمونه داستان عجیب و قشنگ مرغ طوفان. مرغ طوفان واقعا نماد استفاده از فرصت هاست. چه اسطوره عجیب غریب و قشنگی. برای من که خیلی شگفت انگیزه یه همچین اسطوره هایی در واقع وجود دارن توی ادبیات ما و چه استفاده هایی در واقع میشه ازشون کرد. توی خیلی از شعرها به مرغ طوفان اشاره شده. توی ادبیات معاصر به نوعی حالا در واقع کارکرد اجتماعی هم داشته و مثلا توی شعری از علیرضا نوریزاد این هست که حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست؟ یا هما میرفشار عزیز شعری داره که اگر در بند داری مرغ طوفان دلش را با محبت ها نگه دار و اشاره در واقع اینجا بالاضافه این مرغ طوفان داره که یه غمی داره در واقع این مرغی که نمیتونه پرواز کنه و در ادبیات کهنه ما و ادبیات در واقع خیلی قدیمی یه نماد اسطوره‌ای بوده طبعا از هیبت و قدرت، چون این مرغ انقدر بزرگه که دیگه پرواز براش موضوعیت نداره. این تضاد هم نکته بسیار جالبیه، نه به این سختی البته، ولی میشه حتما با بچه ها صحبت کرد و خیلی به نظرم میتونه مفید باشه اگه بتونیم گفتگوی ایجاد کنیم، مخصوصا فرصت بدیم به بچه ها. داستانه قبلی خیلی تاکید رو سوال شد که سوال پرسیدن چقدر میتونه خوشحال کنه اون موجودات افسانه‌ای رو و واقعا باید این حس رو به نظر من بدیم به بچه ها و شاید راه خیلی خوبی باشه که هم به تخیل در واقع واداریمشون با این داستانه، هم بهشون بگیم که ما هم داریم این تخیل رو میکنیم. یعنی چیزی نیست که نیاز باشه تموم بشه و پیوندش با طبیعت هم در واقع پیوند جالبیه. این مرغ طوفانه و با اون طبیعت کامل میشه
میشه باز در مورد این موضوع صحبت کرد و شباهتش با هما که آره باز داستانیه که موجود هستش توی همین فصل از پادکست ما. اونم میتونید گوش کنید و در نهایت در واقع با سیمرغ هم شباهت هایی داره که حالا داستان سیمرغ هنوز ضبط نشد، ولی اونجا در پایان داستان سیمرغ مفصل به شباهت ها و تفاوت های این سه موجود زیبا و آسمانی در واقع اشاره میکنیم. امیدوارم که این پادکست بتونه مورد استفاده عزیزان قرار بگیره. با کامنتاتون میتونید من رو راهنمایی کنید اگه لایق بدونید و به کودکان کمک کنید اگه این پادکست در واقع بتونه این مهم رو انجام بده.